جوانی که نورسی که دانش آموزد علم آموزد کسب داشته باشد هنر داشته باشد صاحب همه چی میشود هم صاحب تلفن میشود هم صاحب خانه و در میشود هم صاحب ماشین شخص میشود هم زندگی با برکت میبیند عمری با برکت میبیند پیش یگان کس محتاج نمیشود. حالا در بنیاد نیروگاه برقی بزرگترین دنیا رقم 16,000 ساختمانچی کار کرده ایستاده 99 و از 9% تاجیک ها هست. خود متخصص های تاجیک در چوقی 300 متر کار کرده ایستاده تک زمین. نیروگاه در بالای زمین نیست، فقط صدش در بالای زمین، دیگر همش در زیر زمین است. متخصصای تاجیک، متخصصای جوان که ختم کرده آمدن در یک ماه 10-15 هزار معاش میگیرند. ما شما را در خدی کوچه نمیپردازیم تا دوره حیات زندگی مستقلانه تربیت آموزیم. بعد یک حیات مستقلانه گذاشتین انا در آن صورت خودتان زندگیتان را پیش میبرید. روزگار آیله داریتان بر دوش خودتان میشود. برای چی